و ناو خدای گورا و دلوان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم لخدمت دانش آموزای عزیز. امیدوارم که حالتان خاص بود. خب یه تمرین تویم حل بکنیم لبحث مشتق و کاربرد مشتق. سوال هاتیه و یه صورته که بیلن تا بنویسمه fx که تابع قیمه دیریم برابر با x به توان 3 منه 3a x به توان 2 به اضافه bx به اضافه 7. تابع که مشکل دیگه یه تابع دیریم. بعد وطیه که این تابع منه لبازه منفی 1 تا 3 بسته نزولیه شیبی ورو خواره. خب وطیه که مقدار f4 بارد است. خب من رای f4 بارم دست باید آبی داشتم، پس باید یه جوری آبی حساب بکنم. چوی کار کم؟ خب اجازه بیان ایسا را دانشم. خب من اولین کاری که کم وقتی یه وطیل باز نزولیه و به بام لچو استفاده بکنم لمشتق. اگه وحیر دام بود وقتم کم مشتق وقتی منفیه یعنی نزولی، یعنی تابع اف نزولیه. اف بریم وقتی منفی تابع اف نزولیه. خب الان من اگه لیم مشتق بگیرم اف پریم ایکس، خب او ایکس به توان 3 درسته؟ و بچه صفحه گورا بکنم یکم سب بکن. او ایکس به توان 3 اف پریم ایکس بوده 3 ایکس به توان 2 3 آ ایکس 2 بوده منفی 6 آ ایکس و صورت به اضافه بی یه بیا مشتقه. خب بعد اگه وحیر دام بود باید مشتق مساوی با داره بنویسم. مشتق مساوی با 0 قرار دیم، پس یعنی 3x2 منه 6ax به اضافه b مساوی با 0 قرار دیم. ریشه‌گان تیریم دست بزنیم x مساوی چن و چنه، چون یه درجه 2 دی، پس 2 بله جواب حد اکثر توی نداشتو جوابان تیرم دست. بعد چو کم بعد تیم جدول تعیین علامت کیشم اف پریم تعیین علامت کم. خب دو گله جواب داره دی x1 و x2 x1 x2 من اگه بام تعیین علامتی بکم مگه یه توان دوم نیه، درجه 2 مگه نیه. چرا؟ چو؟ خب توان 2 درجه 2 چو تعیین علامت بودیم خارج لریشه‌گان هاو علامت ضریب x2 نو ریشه‌گان مخالف علامتی. ایره تماشا بکن x به توان 2 پشت مثبته، پس ایره بوده مثبت ایره بوده منفی. یه چه وشه دیمه؟ یه وشه ایمه اگه تابع اف داشتیم لمنفی بینهایت تا ریشه اولین مثبت یعنی سعودیه بین نزولیه بعد سعودیه. خود سوال شده جالبی و توی لمنفی 1 تا 3 نزولیه، یعنی دقیقا یه منفی 1 یه 3 که بیوسه نزولی. قشنگ جوابان این معادله درجه دوم داسته ایمه بجم رنگه آواز بکنم. خب تماشا بکن یعنی جوابان داسته ایمه زامت کشه دستی در نکه. پس یعنی اس ایکس 2 منه 6 آ ایکس به اضافه بی اگه مساوی با 0 قرار بیان دو گله ریشه دیرید، یه گله منفی 1 یه گله 3، یعنی یه بار اگه منفی 1 جاگذاری بکم باید ناوی صدق بکید. خب یعنی 3 گله منفی 1 به توان 2 من منفی 6 آ منفی 1 به اضافه بی مساوی با 0، یه دفیش 3 جاگذاری بکم باید ناوی صدق بکید.
خب دو معادل و دو مجهول دارد آ و ب تیرم دست خیلی راحت تمام. ولی میتونم یه روش سریعتر را بشم. روش سریعتر یسا مگه جوابان نیاسه پیدان منفی 1 و 3 یعنی این معادله درجه دوم است. خب یه قبلا خوانستیم که معادله درجه دوم وقتی این جوابان دیریم توانیم بوی شکل بنویسیم x منه ریشه اولینه ضرب در x منه ریشه دومینه مساوی است با 0. خب نو کلاس 11 همیش داشتیم که یه وی شکل نویسانه x به توان 2 منه s(x) به اضافه p مساوی است با 0 که s جمع ریشه‌هانی p ضرب ریشه‌هانی اگه وحی رو دام بود. خب ایرمه چه کنیم؟ میشیم ریشه‌هان دیرم ریشه‌هانم یک لان منفی 1 x منه منفی 1 بوده x به اضافه 1 یک لان 3 که بوده x منه 3 یه اگه بتویم باریم دست بوده x2 منه 2x منه 3 مساوی است با 0. یعنی این معادله درجه دوم ریشه لی منفی 1 و 3. خب الان این معادله درجه دوم ولی او عبارت منا باید نظیر به نظیر برابر بود، یعنی یه 3x2 و 3x2 یه اولو هجر. خب یعنی وقتی من تماشا کنم دونم یه x2 یه 3x2 پس یه خوارنتی هم کلن ضرب در 3 کم بزنم چه سریتید کلن اگه ضرب در 3 بکم بوده 3x2 منه 6x منه 9 مساوی است با 0. نو خاصیت معادله درجه دومیش داشتیم که وقتی یه ریشه‌گان منفی 1 و 3 وقتی کل عبارت اگر لیه چیز ضرب یا تقسیم بکنیم بازم ریشه‌گانی بوده هم منفی 1 و 3 یعنی یهش منفی 1 و 3. خب الان یه شکل او دراته 3x2 که 3x2 پس این منفی 6ax دقیقا این منفی 6x است یعنی منفی 6a همون منفی 6 است. پس نویسم منفی 6a مساوی است با منفی 6 پس آت دست مثبت 1 اول a منفی 9 هیچ برابر اون مثبت b است پس b بوده منفی 9 خیلی راحت هات دست a بیو 1 b بیو منفی 9 دو معادل و دو مجهولیش بچین هیت یرینه دست هیت یرینه دست. خب بچیم ایره تماشا بکنم چاکیم پس f x ایمه x به توان 3 منه دی a بیو 1 دی 3a یعنی 3 یکی 3x2 بیش که بیو 9 به اضافه 9x به اضافه 7 f 4 لیمان تو هسته بیدم ما سور بنویسیم و قرمز بنویسیم. خب پس f4 بوده 4 به توان 3 منه 3 گله 4 به توان 2 به اضافه 9 ضرب در 4 به اضافه 7 4 به توان 3 بوده 64 4 به توان 2 کده 16 16 در 3 کده 48 به اضافه 36 به اضافه 7 64 منه 48 کده چند کده 16 به اضافه 36 به اضافه 7 درسته تاویر مشکل نرید باشی بی منفی 9 در آوردم فکرم درسته آره بی منفی 9 ما ارا مثبت نامه لیره یه منفی 9 یه منفی 9 یه بوده منفی 36 یه بوده منفی 36 16 منه 36 که ده منفی 20 اویش به اضافه 7 که ده منفی 13 پس جواب سوالا بوده منفی 13. حالا ممکنه مثلا سوالا ها چیزی اضافه بکده بشید مقادیر اکسترموم مطلق و نسبی بارد است لفلان بازه مثلا منفی 2 تا 4 دی او بازم ای کار کن او بی تیرین دست امجا مشتق و مقادیر جاگذاری کن بزنین کامیان ماکسیموم و کامیان مینیموم اصلا اکسترموم هست یا نه طبق تعریف اکسترموم شکلیش رسم کن. ممکنه بشه نقطه عطف وارد است. نقطه عطف چه است؟ باید مشتق دوم بگیریم یعنی باید دو بار مشتق بگیریم ریشه مشتق دوم باری میده است
بررسی بکنیم بذاریم نقطه عطف هست یا نه، که نقطه عطف جهت تقعر رأیمون مشخص کرد. انشالله که همیشه لشتان ساغود، سقاندان آزاد، دلدان خوش بود و لتمام مراحل جیاندان سربرز و سرکفته ببین. خداوند یار و نگهدارتان.